در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید و زمین در حالت هرج و مرج بود و تاریکی بر روی ورطه و روح خدا بر روی آب در پرواز بود. روز یکم روشنایی و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. آن در ابتدا با خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و هر آنچه وجود یافت بی او وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را فرا نگرفت.